بفهمین چیو؟ بگو در مورد این بگو. سنگ روتایله اینهایی که میبینی مشکی ها یه سری کریستاله که توی 10 میلیون سال تشکیل شده. یعنی این چیزی که الان روی این سنگا ما داریم میبینیم کریستالایی که هستن مال 10 میلیون، یعنی بعد از 10 میلیون سال این اتفاق افتاده واسه این سنگا. تو 10 میلیون سال. تو 10 میلیون سال. و اینا یه سری میگن این تشعشعات که وارد زمین شده، یعنی در واقع نه تشعشع مثلا یه جسمی خورده یه جایی توی سنگی که اینا اینجوری زده چقدر جذابه. خودم میخوام یکیش حالا تیکه پاره کنم ببینم چیه، چون نمیدونم بازش کنی. خب این چیه؟ این ناپون شکل واریس پا هست. راست میگی، اینه رگه. اسم سنگش هم واریسیته و برای درمان واریس هم استفاده میکنه. واقعا؟ و اثرگذاره؟ مثلا این لاجورد برای چاکرای گلوه. اونایی که تیروید دارن، یعنی الان بری بزنی بوالیسینا میگه دیگه، میگه که اینا برای گلوه، تیروید مثلا برای چاکرای اینا دیگه، چاکرای گلو میشه. چقدر زیبا. این 7 چاکرا. البته من یه 20 دقیقه که اینجام و یه چیزا من دیگه انقدر اینجا تعجب کردم از این همه سنگ و دنیای سنگ. یه سنگ به هم نشون داد که این بود و این، که من اینا رو با ذره بین دیدم، تازه فهمیدم چه دنیایی توی ایناست. من یه توضیح هم در مورد اینو تخصصیش بگی؟ و اینو میگه که شهاب سنگه که مثلا از آسمون اومده و پیداش کردن و این عقیق شجره خدای من این ساحل میمونه. عقیق شجره که میگن که هی اینا فکر میکنم تغییر میکنه شکلش. درسته؟ تنشینی فلزاته، فلزات میاد پایین این رگه ها رو میندازه. این هم همون چیزه دیگه، عقیق دراگون. آره اینو توضیحشو به هم داد. این چشم اژدها میمونه. چرا باید اینجوری باشه واقعا؟ خب اینو به هم یه توضیح بده چی بود؟ این هم سنگ چیزه، اپیدوت تو ایران در میاد و این مشکی نیست الان داریم میبینیم، بچه رنگی سبزه. درسته. این یه سفید هم داره، اپیدوت سفید هم وجود داره. این چی بود گفتی؟ این کریستال کوارتز. خب همه اینا این آمیتیس راستی که من خودم این سنگش انتخاب کردم برای دستبند، چون میگن برای سنگ بهمن ماهی هست و خیلی هم میگه مناسبه. و یه سنگ خفن دیگه داره، این منو کشته. این سنگ طلاه. سنگ طلا. خود طلای. و واقعا وقتی دستتون میگیرید انگار که فلزه، یعنی و اصلا کلی وزن داره. یعنی طلا از این سنگین تره. این از طلا سنگین تره؟ طلا از این سنگین تره. ما اینجا یه دوستی داریم توی پاساژ گالریا که کار سنگ انجام میده. بچه اگه خواستین حتما. فسیل دندونه و ناخن نمیدونیم چیه، والا اژدها هست. این فسیله. تا حالا من فسیل هم نزدیک ندیده بودم تو زندگی من، اولین باره دارم میبینم. واقعا فسیله؟ یعنی واقعا اینو مثلا تایید کردن که فسیله؟ یا حالا شکلشون شبیه صدفه؟ نه بابا شکل چیش؟ این وقتی که چیز میشه توی زمین شناسی خاک میکنن صدفه یعنی صدف میمونه دورش به یه رسوب میکنه و بعد از مدت‌ها همه اینا فروشیه و هر کدومشون هم یه قیمتی داره، ولی من چند بار ازشون قیمت کردم گفتن قیمتش اینجوری نیست که مثلا بگیم این 10 میلیون 20 میلیون 400,000 تومان. این شکلی نیست. قیمتاشو باید در موردش مذاکره کرد. و این هم فسیله است. خیلی برام جذابه، خیلی بسیار.
یه بار دیگه بگی چی؟ این همچین چیزی اوه، توپی عقیق توپی. ما همچین چیزی رو تو کوه میبینیم ولی این باز چسبوندن به هم درسته؟ شکلشو این شکلی کردن. اینا هر کدومشون عرض متفاوتی از هم دارن که حالا دور هم چسبوندن و به همین شکل درش آوردن. من واقعا نمیدونستم اینقدر سنگ، دنیای سنگ اینقدر جذابه. ببینید سنگاشو، دستبنداشو، همه سنگای طبیعیه. هیچ کدوم از این سنگا فیک نیست. عقیق تاولی که عین تاول میمونه. چقدر زیباست خدا. خب حالا اگر این رو یکی از شما خواست بخره، قیمتاشو الان میگین یا بعد بیاد مثلا باهاتون صحبت بکنه در مورد قیمت؟ بعد بیان دونه دونه انتخاب بکنن ببینن چه جوریه و قیمتشو با هم توافق میکنیم. دوبله و سوبله باهاتون قرار که نه، ولی بچه خیلی ماهیه. من اولین باره که حالا افتخار آشنا باشون داشتم، ولی انقدر عاشقانه این سنگا رو به من معرفی کرد. خودش لذت میبره وقتی اینا رو معرفی میکنه، معلومه عاشق کارشه. بیاین حتما پیششون، بیاین تو گالریاس طبقه همکف ورودی.